افسانه خلق تاجیک. پسرکی خوب. بود نبود پسرکی یتیمی بود. وقتی که پدرش وفات کرد او همگی 6 سال داشت. مادرش از پگاه تا بیگاه تاقی دوخته و به فروش داده با 100 عذاب سر نگی روزگاری بیچارگیش را در می یافت و با مشقت کتی لایموتی به دست می آورد. اولهای تابستان هنگامی دروی گندم همراه پسرکش از پی درآگران رفته سرکی وقتی درو ریخته را چیده کوفته دانه های گندم را جدا کرده بیریان می کرد. گندم بیریان عجب با مزه بود. بعضا مادرش آن را در اغرچه کوفته تلقان می کرد و با آن کمی قند می انداخت که هنگامی به دهان برده کام و زبان حلاوت می برد. یک روز پسرک به کوچه برآمده در میانی راه یک بند گندم را دید که از عروب افتاده بوده است. پسرک به 4 طرف نگاه کرده کسی را ندید و بند را برداشته به خانه‌شان آورد. مادرش حیران شده پرسید: این روز کجا گرفتی؟ در کوچه گفته جواب داد پسرک. از هر جای گرفته باشی برده در جایش مان. فرمود مادرش. پسرک رنجیده گفت: خیر، من برده مانم، صاحبش معلوم نیست، یگان کسی دیگر میگیرد. هر کس گیرد اختیارش، لیکن تو هیچ وقت مال کس را نگیر. مال کس اگر راضی نباشد به تو نصیب نمیکند. پسرک بند گندم را برده در جایش ماند. یک روز چند نفر بچه‌های کوچه‌شان یک جای بازی میکردند. هنگام دمگیری یکی از آنها گفت: در فلان جای پالزی خربوزه دیدم. خربوزه های کلان کلان، همش پختگی. کاشکی حاضر در این جا 1-2 خربوزه می بود، کیف کرده می خوردیم. دهانش را مزه داد. بچه دیگری: خوب نیست که آنجا خربوزه ها پختند و اینجا مازاری خربوزه باشیم. به رفتن پلیس تشویق کرده بچه که کلان سالتر بود. بچه ها به شوق آمده از پس رفیقشان روان شدند، اما پسرک رفتن نخواست. ای تو مگر نفس نداری؟ گفتند بچه ها و او را کشیده با خود بردند. در جویک های پلیس از تگ نوده و برگ ها هر جا خربوزه های کلان و خورد به نظر می رسید. بچه ها صدا نبرآورده 1 تاگی و 2 تاگی خربوزه کنده تگی کش کردند، اما پسرک به یگان خربوزه دست نزد. از پلیس بیرون نشدند. پلیس با آنها خبردار شدند. بچه ها از ترس خربوزه ها را پرتافته راه گریز را پیش گرفتند. پسرک که خربوزه نگرفته بود نگریخت. یکی او را داشت، دیگری به او گفت: و این کلدار نشو، نمیبینی او چیزی ندوستیده است. صاحبان پلیس بچه ها را دستگیر کرده تنبیه دادند و خربوزه های پرداخته آنها را جمع آوردند. یکی از صاحبان پلیس پسرک را که سوی خانه‌شان میرفت نگاه داشته پرسید: چرا تو به پلیس آمدی و دوستی نکردی؟ من خودم نآمدم، مرا کشیده آوردم. من خربوزه دزدیدن نخواستم. تو بچه خوب بودی. گفتم بابا و به دستش 1 خربوزه کلان دادند. پسرک گرفتن نخواست. من مال کسی را نمیگیرم، مال کس نصیب نمی کنم. این را به تو کی گفت؟ مادرم. این مال ماست، ما با رازیکی خوب به تو میدهیم. آنچه را با رازیکی میدهند نصیب میکند. بان همراه مادرت بخور، حلالی جانت باد. پسرک خربوزه را به خانه آورده پیش مادرش گذاشت و واقعه را نقل کرد. مادرش 1 پاره کلان بریده پیش پسرش روی طبق ماند. پسرک خربوزه مثل عسل شیرین را خورده لذت برد و به مادرش رو آورد. مادر، اگر همون روز تو نمی گفتی که آن بندی گندم را به جایش برده مانم، من امروز همراه بچه ها خربوزه می دزدیدم و حالم مثل آنها می شد و این خربوزه شیرین نصیب نمی گردید.